سلام دوست عزیز من، امیدوارم حالت خوب باشه. من اومدم یه موضوعی رو بگم و برم. این روزا سعی کن دور و برت از این دوتا قشر نباشه. اگه میخوای ذهنت آروم باشه، اگه میخوای خیلی راحت و بدون درگیری فکری تصمیمای زندگی تو بگیری، این دوتا آدم رو از زندگیت حذف کنی. یکیش مرد ستیزه، یکیش زن ستیزه. الان جدیدن تو شبکه‌های مجازی مد شده، یکی میاد حالا اسم نمیبرم، میاد راجع به دخترامون بد میگه، یکی میاد راجع به پسرامون بد میگه. ببینید، اگر عمیق‌تر فکر کنید به این قضیه، اصلا دنبال این نیستید که اون داره راست میگه، داره دروغ میگه، داره به سمت تو حرف میزنه، به سمت جنس مخالف تو حرف میزنه. فقط به این فکر کن که اون شخصی که میاد این حرفا رو میزنه دقیقاً کسیه که توسط یک شخصهای دیگه داره کنترل میشه. یکم فکر کن. برای چی؟ برای اینی که من با تو متحد نشم، تو با کناریت متحد نشی، نسل جوون از همدیگه بدش بیاد، انتظارهای بیجا داشته باشه. ببین، دارم میگم چه دختر چه پسر، وقتی تو یک مملکتی دست به دست هم ندیم، احترام نذاریم به هم دیگه، هیچ وقت متحد نمیشیم. و وقتی متحد نشی همیشه ظلم بر همه ما پیروز میشه. اون کسی که اصالت داشته باشه، درست بزرگ شده باشه، میفهمه جایگاه زن مقدسه، چون از همون زن به وجود اومده. اون مرده باید بدونه و یک خانوم، یک دختر باید بدونه که باید به پارتنرش احترام بذاره، باید احترام بذاره. زیاد خودتون رو درگیر این اشخاصی که توی شبکه‌های مجازی دارن نون رو به نرخ روز میخورن توجه نکنید. اینا همشون دارن کنترل میشن توسط کسایی که میخوان ما با هم دیگه دشمن باشیم. خیلی مخلصیم.